کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. کرمان به شهر کاروانسراها معروفه. امروز با من بیاین به کاروانسرای وکیل که جزئی از مجموعه گنجوی خان هستش. این کاروانسرا شامل 120 تا غرفه میشه. بیاین با هم به چند تا از اونا سر بزنیم. کاروانسرای وکیل جزء میراث فرهنگیه و تمامی این غرفه‌ها مربوط به کارهای هنری میشه و جالبه بدونین که اجاره خیلی پایینی داره. و میرسیم به غرفه مورد علاقه من. محال این کاروانسرا برم و اینجا سر نزنم. واقعا فوق‌العاده است. حس خوبی که این مجموعه داره رو هیچ جا نمیتونیم پیدا کنیم. اینجا چیلوکه، یه قسمت خوشمزه و همچنان هنری کاروانسرای وکیل. من که عاشق حس خوبیم که این کاروانسرا بمیره. شما چطور؟